درود ماتارینی. اومدیم باغ حافظیه. باغ حافظیه آرامگاه حافظش آرامش بخش. خب بریم موتور رو بگیر، اگه فردا بردن حداقل یه فیلمی ازش داشته باشه، مخصوصا کلا کاسکت قرمزه. بریم. تخریب داری میکنی. بس ماشین حساب نمی کنم. بریم. خب چرا خارجی؟ دلمی دمت گرم، خیلی ممنون. کجا افتاد؟ شانس آوردیم. خب بگیر. خب جافیه حافظ حرکت کن. بریم. حافظ اینجا خوابه. باشی باقی خودمون هم بود. بلکو میکروفون سیگه چی نمیشه تو؟ بیاد اینجا لطفا حجاب رو رعایت از رایگان حساب میشه. آره دیگه حجاب داشته باشی اینجا رایگان حساب میکنن. نه دیگه تو پول دادی دیگه، چیزی نمیخواد رعایت کنی. مطمئنی؟ من کلاهمو دادم جلو، فهمیدن مردم. بریم بالا. تو به به الان توضیح میشه. حتی یعنی هم قبل اینجا رو دوباره میزنم رو قبلشون، چون وقتی دوباره زنی قبلش تاکی چقدر تو خوب دست تو بردار. خب از این که بریم اینجا آروم. زده در این مکان سیگار نکشی. بلکن نباید بکشی. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بیرون. بله اینجا دیگه به فضای تاریک باغ رسیدیم. آرامگاه ابد. رفتی قلبه. به دوستان عزیز، می‌خواستیم وارد این آرامگاه بشیم. صده میرزا محمود خان صاحب دیوان، فرزند مرحوم میرزا فتحعلی خان. حفاظ زورش کشیدن. نمیذارم. مانی جان این عکس داخل رو ببین چیه؟ صبر بده. نه من دور پهلویه. بگیر داخل. باز. نه خط کوفیه اگه اشتباه نکنم. استاد حسن نه اینا قومن. اینا
چند؟ 1284 به دنیا اومده، 1369 مرده. آجی همش مال تریاک خوبه چقدر هم میکنن. در جوانی بکش تو بسید ما زشت نیستیم بلکه پولدار نیستیم. دوستان و سلامی دوباره. اینجا محوطه اصلی آرامگاه است. خب همینطور که میبینی در اتاقا رو بستن که مربوط به یه شخص خاصی میشه که متاسفانه در بسته است. خب این پنجرهای سوراخ شکل و شما اگه ازش عبور کنید جایزه دارید و میتونید به عنوان یادگاری اونجا بذارید که پیش حافظ بمونه و ازتون تشکر کنه. اوی بچه ها، قسمتی که دوست دارم اینجا هم کتابخونه عمومی و مرکز حافظ شناسیه، اما متاسفانه شبا باز نیست. خب اینجا یک سری صنایع دستی قشنگ به فروش میرسه. اینجا هم که وارد شدیم آرامگاه خاندان معدله. این بابا اگه اشتباه نکنم معاون نخست وزیر محمد رضا پهلوی بوده و یکی از مالکان استان فارس هم گویا بوده. خودش و همسرش و 3 فرزندش که در کنار هم خاک شدن. از این در که بریم بیرون دیگه کم کم میرسیم به مقبره حافظ. اینجا یه جور بیوگرافی از حافظه که روی کتیبه نوشته. باورتون نمیشه اینجا چقدر وایب خوبی داره. و این قسمت میریم حافظ رو لایک میکنیم. و بریم ببینیم اینجا چه خبره. بله اینجا مهمترین قسمت حافظیه است که چسبیده به آرامگاه، یعنی دستشویی که شما در سریع ترین حالت ممکن بتونید برین تخلیه کنید. به 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 به، اینجا یه محیط خیلی دلنشینه که کافه و رستوران خیلی شیکیه. واقعا خیلی جای قشنگیه. شما حالا میتونید برای صرف شام یا حالا نهار میتونید بیاید اونجا، حالا کافی چیزی میل کنید و دکمه سیکتیر خودتون رو از روی همون میزا بزنید. خب بچه ها، گفتم نمیشه دست خالی بیای حافظی و کاری انجام ندید. بنابراین تصمیم گرفتم که وسط حافظی شیک بزنم. در استقبال مردمی هم قرار گرفتم. همه بهم زل زده بودن ولی مهم نیست، چون من اونجا به ستونام حس داشتم. خب بچه این بود ولاگ حافظیه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تونسته باشیم برای دقایقی لبخندی روی اون لبای گوگل مگولیتون انداخته باشیم. و لطفاً از ما حمایت کنید. ساب، لایک، کامنت یادتون نره. دستم به تو خودتون. تا درودی دیگر، بدرود.